جهانگیر جهانگیری هستم از فیلیبوک بالی برای پرواز. این کتاب رو براتون به زبان ساده خلاصه کردم. امیدوارم این پادکست هم مورد توجهتون قرار بگیره. 5 زبان عشق. نویسنده گری چاپمن. اپیزود اول. هیچ وقت نمیتونیم عشق رو انکار کنیم. بدون عشق میمیریم. زنده هستیم ولی یک مرده متحرک. انکار عشق انکار وجود معنوی ماست. انکار بعد روانی ماست. همه چیز جسم نیست. جسم در کنار روان معنا پیدا میکنه. انسان به عشق و محبت نیاز داره. انکار کردنش بیفایده است. نیاز به احساس محبت از نیازهای عاطفی و اساسی انسانه. به خاطر عشق ما از کوهها بالا میریم. از دریاها میگذریم. ریگهای بیابان را زیر پا میگذاریم و سختیهای وصف ناپذیر رو تحمل میکنیم. بدون عشق همه چیز پوچ و تو خالیه. انسان بدون وجود عشق و محبت و امید میمیره. با همیناست که زنده است و دوام میاره. ما با عشق که به سلامت عاطفی دست پیدا میکنیم. عشق میتونه عشق به پدر مادر، فرزند، همسر، عشق به طبیعت باشه، عشق به حیوانات، عشق به کار، عشق به دوست و خیلی چیزهای دیگه باشه. هزاری هم پولدار و بی نیاز باشی ولی نیاز به عشق و محبت و توجه داری. اگه بهت توجه نکنن، محبت نکنن، عشق بهت ندن، باز ناقصی. حالت بده. مخزن عاطفیمون رو باید پر کنیم. از دوران کودکی تا به امروز. وقتی من بچه‌ام، مادر پدرم، اطرافیانم به من عشق می‌ورزن. اون موقع من به عنوان یک فرد عادی رشد میکنم. اما وقتی مخزن عشقم خالی میشه، من کودک دچار مشکلات رفتاری میشم. در کانون وجود بشر آرزوی دریافت عشق و محبت و صمیمیت وجود داره. یعنی چیزی هستش که ما نمیتونیم ازش فرار بکنیم. زنی میگفت شوهرم تمام روز مرا نادیده میگرفت و بعد میخواست با من بخوابه. من از این کار متنفرم. او زنی نیستش که از سکس متنفر باشه. او زنیه که با تمام وجود عشق عاطفی رو طلب میکنه. شاید خیلی از شما که الان دارید به صدای من گوش میکنید بگید که عشق ما در زندگی زناشویی تموم شده. رابطمون مرده. ما خیلی به هم نزدیک بودیم اما دیگه نیستیم. ما دیگه از بودن با هم لذت نمیبریم. ما نیازهای همدیگر رو برطرف نمی کنیم. سوالی که اینجا در ذهن ما ایجاد میشه اینه که پس چه بلایی به سر عشق اومده؟ حالا میبینیم که نه تنها در کودکی بلکه در بزرگسالی هم مخزن عشق باید پر باشه. خالی شدن مخزن عشق در زندگی زناشویی مثل خالی شدن باک روغن در اتومبیل شماست. بدون روغن چگونه ماشینتون راه بره؟ فیلیبوک بالی برای پرواز. در خانه راه می رفتم و با خود زمزمه می کردم که پس از ازدواج چه بر سر عشق میاد؟ چی میشه که آدم با اون حرارت و عشق شدید و طوفانی که قبل از ازدواج داره وقتی ازدواج میکنه کم کم همه چی سرد میشه. گله و شکایت ها شروع میشه. پس از ازدواج چه بر سر عشق میاد که همه چی کم رنگ میشه و رنگ میبازه؟ شاید این سوال هزاران نفر باشه. یکی از دوستش بپرسه، یکی از مشاور و شاید هم از خودمون این سوال رو بپرسیم. آرزوی عشق رمانتیک ریشه های عمیقی در ساختار روانی ما داره. زنده نگه داشتن عشق پس از ازدواج یک مسئله جدیه. کتابی رو میخوندم به نام 5 زبان عشق اثر گری چاپمن. این کتاب میگه اگر میخواید به طور مؤثری ابراز عشق کنیم باید زبان اصلی عشق همسرمون رو بیاموزیم. هدف این کتاب پاسخ به این پرسش هاست. متاسفانه ما یک حقیقت بنیادی رو نادیده گرفتیم. اونم اینه که افراد به زبانهای مختلفی از عشق صحبت میکنن. از اینجا به بعد از زبان نویسنده کتاب با شما صحبت میکنم.
بذارید براتون یه مثال بزنم. هر کدوم از ما وقتی متولد میشیم و در خانوادهمون شروع به رشد میکنیم یک زبان رو یاد میگیریم و اون هم زبان مادریه. من در ایران زندگی میکنم، یه نفر در یک کشور دیگه در اروپا زندگی میکنه، هر جای این دنیا. پس هر کدوم از ما به یک زبان اصلی، همون زبان اول یعنی زبان مادری صحبت میکنیم. حالا اگه قرار باشه منی که داخل ایرانم با یه شخصی در امریکا بخوام ارتباط برقرار کنم و صحبت کنم، باید زبان دوم رو فرا بگیرم که همون زبان مشترکیه که ما دو نفر میتونیم با هم ارتباط بگیریم، مثل زبان انگلیسی. در حوزه عشق هم همین گونه است. زبان عشق عاطفی شما و زبان همسرتون ممکنه به اندازه زبان چینی و انگلیسی با هم فرق داشته باشه. هر چقدر هم به زبان انگلیسی به همسرتون عشق بورزید، ولی اگر او فقط چینی بفهمه، هرگز نخواهید فهمید که چطور به یکدیگر عشق بورزید. درسته که شما به همسرتون صادقانه میگید که چقدر دوستش دارید و از زیبایی او، از ویژگی‌های او تعریف میکنید، اما همسر شما زبان شما رو نمیفهمه. شاید همسر شما عشق رو در رفتار شما جستجو میکنه، نه در کلامتون. صادق بودن کافی نیست. ما باید بخوایم زبان عشق همسرمون رو بفهمیم. تنها در این صورته که رابطه عاشقانه مؤثری رو برقرار میکنیم. گری چاپمن میگه که من پس از 20 سال مشاوره در امر ازدواج به این نتیجه رسیدم که اساساً 5 زبان عشق وجود داره. مسئله مهم اینه که باید به همون زبان عشق همسرتون حرف بزنید. هر کدوم از ما با الگوی خاصی بزرگ شدیم. یکی با الگوی کمبود عزت نفس بزرگ شده، دیگری با الگوی عاطفی عدم امنیت بزرگ شده، اون یکی با احساس دوست داشتنی نبودن و خواستنی نبودن و ارزشمند نبودن بزرگ شده. ما بر اساس همین زبان اصلی سخن میگیم. الگوهای ما با هم فرق میکنه. کسی که هیچ کدوم از این الگوهای محدود کننده رو نداشته باشه، دسترسی به الگوهای مثبت‌تری رو داشته و حتما به یقین راحت‌تر و با نفوذتر میتونه با دیگران ارتباط بگیره. مطمئناً اونهایی هم که ذکر کردیم محدودیت‌هایی داشتن، با تلاش و کوشششون میتونن خودشون رو از بند الگوهای محدود کننده خلاص کنن. در کل به ندرت زن و شوهری رو شما پیدا میکنید که زبان عشقشون یکسان باشه. ما معمولاً به زبان عشق خاص خودمون حرف میزنیم. اگر دیدید عشق و محبتتون رو به عشقتون، به همسرتون، به پارتنرتون ابراز کردید ولی پیامتون رو دریافت نکرد، بدونید که به زبان بیگانه ارسال کردید. اگر همسرتون، پارتنرتون، عشقتون زبان مادری شما رو نمیفهمه، نمیتونید روی این زبان تکیه کنید. اگر میخواید محبتی رو که به او ابراز میکنید احساس کنه، باید اون رو به زبان اصلی عشق او بیان کنید. فیلیبوک، بالی برای پرواز. خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم. خیلی خوشحالم که در مورد عشق داریم با هم حرف میزنیم. عشق یک ابزاری هست، یک قدرتی هستش که در ما وجود داره، در شما وجود داره. ساختنی نیست، کشف کردنی هستش. صحبت عشق که میشه همه فکرشون سریع به دنبال یک جنس مخالف میره. بله، جنس مخالف عشق شماست، میتونه عشق شما باشه، ولی ما صحبت از عشق که میکنیم، عشق یک قدرته که در ما وجود داره، در ما نهادینه شده. گفتیم که در کانون کالبد انسان اصلا هست، یعنی از زمانی که شما متولد میشین عشق با شما متولد میشه. به خاطر چی در مورد عشق صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه ما عشق رو فراموش نکنیم. این قدرتی که میتونه در تمام لایه‌های زندگی به ما کمک بکنه و ناجی ما باشه، نجات دهنده ما باشه، بتونیم ازش بهره ببریم. عشق رو فراموش نکنیم. عشق در وجود ما هستش. دیگران باعث میشن تا تلنگری در ما زده بشه و ما عشق رو در وجودمون احساس بکنیم. کسی که عاشق میشه در واقع عشق خودش رو کشف کرده. اونایی که عاشق میشن و وقتی که به هر دلیلی
رابطهشون کات میشه، قطع میشه، ناراحت هستن، میتونن با این دید نگاه بکنن که عشق در وجود خودشون هستش و عشق رو از دست ندادن. ما برای ادامه حیات و زندگی کردن نیاز به انگیزه داریم. عشق میتونه به ما انگیزه بده. برای همینه که عشق یکی از قدرتمندترین نیروهایی هستش که میتونه ما رو به زندگی امیدوار بکنه. بدون عشق زندگی برامون سرد و پوچ و تو خالی میشه. با عشق که ما انگیزه پیدا میکنیم، با عشق که ما میتونیم در تلاطم موجهای سنگین رنج و عذاب این روزگار دوام بیاریم. در بدترین شرایط، در سخت‌ترین موقعیت‌ها، در اون لحظاتی که ما حتی دوست نداریم شاید به زندگی ادامه بدیم، این عشق که ما رو به زندگی برمیگردونه. فیلیبوک، بالی برای پرواز. بریم ببینیم این 5 زبان عشقی که آقای گری چاپمن گفتن چیه. اولین زبان عشق کلام تایید آمیزه. زمانی مارک توین گفت من با یک تعریف خوب میتونم 2 ماه زندگی کنم. اگه حرفشو جدی بگیریم 6 تعریف در سال میتونه مخزن عشقش رو پر کنه. از همسرتون، عشقتون، شریک عاطفیتون تعریف کنید. پس اولین زبان عشق تعریف کردن از عشقتونه. واژه‌های دلگرم کننده و تشویق آمیز. سلیمان کاتب نوشته‌های حکیمانه عهد باستان میگه که زبان قدرت آفرینش زندگی و مرگ رو داره. تایید کنید همدیگر رو، با زبان تایید کنید. این خودش نوعی توجه، انرژی میده به هم. عشقتون از شما انرژی نگیره، از کی میخواد بگیره؟ شمایید که همیشه کنارشید، شمایید که باید هوای همو داشته باشید. با تعریف‌های ساده مثل این لباس خیلی بهت میاد، وای چقدر با این لباس قشنگ شدی، تو بهترین سیب زمینی پز دنیایی، من عاشق این سیب زمینیاتم، امشب ظرفا رو عالی شستی، مرسی که زود سطل آشغالو بیرون بردی. هر بار که همسرتون کار خوبی انجام میده با زبان از او تشکر و تمجید کنید. یادتون باشه تعریف شفاهی خیلی بهتر از کلمات منفیه. انگیزه ایجاد میکنه. گری چاپمن نویسنده کتاب 5 زبان عشق، همین کتابی که داریم در موردش حرف میزنیم، میگه یه روز تو دفترم نشسته بودم که در اتاقم باز بود. یه خانومی اومد داخل و گفت 1 دقیقه وقت دارید؟ گفتم بفرمایید و شروع کرد از شوهرش برام گفتن که الان 9 ماه بهش میگم دیوار اتاق خوابمون رو رنگ کن ولی اصلا توجهی نمیکنه. میگه من برگشتم و بهش گفتم کارهای دیگر رو انجام میده؟ گفت آره. مثلا همین دیروز که هوا خیلی خوب و آفتابی بود به جای رنگ کردن اتاق داشت ماشینشو میشست. گفتم دیگه چه کار مثبتی انجام میده؟ مثلا سطل زباله رو بیرون میبره، قبض برقتون رو به موقع پرداخت میکنه. گفت خب خیلی از این کارا رو تو خونه انجام میده. گفتم خب از این به بعد دیگه در مورد رنگ کردن اتاق بهش چیزی نگو. میدونه دیگه، چند بارم که بهش گفتی، پس دیگه لطفاً هیچی نگو. به جاش بیا یکی از همین کارهای مثبتی که انجام میده رو ازش تعریف کن. مثلا سطل آشغالو بیرون میبره، برنگرد بهش بگو وقتی آشغالا رو میبردی مگس‌ها هم بدرقت میکردن. بگو دستت درد نکنه که به موقع سطل آشغالو میبری که بو نگیره. هر بار که او کار خوبی انجام میده با زبان از او تشکر و تمجید کن. زن برگشت گفت من نمیدونم واقعا این کاری که شما میگید چه کمکی به نقاشی اتاق خوابمون میکنه. بهش گفتم از من راهنمایی خواستی، منم راهنماییت کردم مجانی. وقتی او میرفت از حرفم خوشحال نبود، اما 3 هفته بعد به دفترم اومد و گفت کاری که گفتید انجام دادم و مؤثر بود. زن فهمیده بود که تعریف شفاهی خیلی بهتر از کلمات منفی انگیزه ایجاد میکنه. زبان عشق مهر و محبته. با کلام تاییدآمیزه که آدم ترغیب میشه تا کاری رو که همسرش دوست داره براش انجام بده. زور کار عشق نیست. با زور عشق پیش نمیره. کار عشق محبت و مهربانیه. فیلیبوک، بالی برای پرواز.
ادامه میدیم تا ببینیم گری چاپمن در کتاب خودش به نام 5 زبان عشق چی میگه. گفتم از تعریف شفاهی از کلمات تأییدآمیز استفاده کنید. به جز این از کلمات تشویق آمیز هم میتونید استفاده کنید. همه ما در بخشایی از وجودمون احساس ترس و ناامنی میکنیم. استفاده از کلمات تشویق آمیز میتونه به جای ترس، شهامت رو در درون همسر یا شریک عاطفی ما ایجاد کنه. تو یک نویسنده عالی هستی. شاید این جمله به همسرتون شجاعت و انگیزه‌ای به او بده که بتونه حرفه نویسندگی رو که سالها پیش عاشقش بوده و مقاله‌های زیادی رو هم نوشته ولی جرأت کافی رو نداشته جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر ادامه بده و درصد بالایی هم داره که موفق شه. به همسرت بگو تو یک نویسنده عالی هستی. البته دروغ هم نگفتی، چون نوشته های او رو خوندی و متوجه شدی چقدر زیباست. کاری که باید زودتر انجام میدادی، ولی اشکالی نداره. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. دوستم میگفت باید بری دوش بگیری. ماهی رو هر وقت از آب بگیری برو دوش بگیر. نمیدونم دوش گرفتن چه ربطی به ماهی گرفتن داره. احتمالاً میخواست با چرت و پرت گفتن یه جورایی کلماتو به هم وصل کنه، ولی خب همین کار هم استعداد میخواد که تو بتونی کلمات رو بدون هیچ منطقی با یک ضرب آهنگ خاصی به هم وصل کنی. همین نمونه میتونه یک ویژگی در یک فرد باشه و شما به اون توجه کنید و کشف کنید و حالا به همسرتون این ویژگی رو یادآوری کنید و اگه میشه در کاری ازش استفاده کرد اونو تشویقش کنید. شاید در استندآپ کمدی یا تئاتر یا نوشتن داستانهای فکاهی و طنز استفاده بشه. وقتی که شما این شجاعت رو به همسرتون میدید، او در رویای حرفای شما غرق میشه و در مورد حرفای شما میاندیشه و در مورد کاری که شما ازش تعریف کردید با انگیزه بیشتر و جدی‌تر پیش میره. با کلمات تشویق آمیز شما به همسرتون میتونه گام اول رو برداره. شاید همسر شما در یک یا چند حوزه دارای استعداد نهفته باشه. این استعداد منتظر کلام تشویق آمیز شماست. کلمات شما میتونه شهامت لازم برای برداشتن گام اول رو به همسرتون ببخشه. یادتونم باشه چیزی رو که همسرتون دوست داره و میخواد انجام بده تشویقش کنید، نه کاری رو که اصلا دوست نداره. اون دیگه اسمش تشویق نیست، بلکه نوعی اجبار و زور محسوب میشه. شما اول باید ببینید چه چیزی برای همسرتون مهمه، بعد در اون مورد او رو تشویق کنید. خب گفتیم از کلمات تاییدآمیز و تشویق‌آمیز استفاده کنید. از کلمات مهرآمیز هم میتونید استفاده کنید. عشق مهربانه. لحن بیانمون مهمه. معمولاً همسرمون گفته‌های ما رو بر اساس لحن صدای ما تعبیر میکنه تا خود کلمات. وقتی با لحن عصبانی میگی امشب ظرفا رو من میشورم، به عنوان ابراز عشق تلقی نمیشه. حالا برعکس اون، اگر با مهر حتی رنجش و عصبانیتمون رو هم بیان کنیم، کلامی محبت آمیز تلقی میشه. مثلا صادقانه و مهربان میگیم من از این که امشب به من کمک نکردی ناراحت شدم و رنجیدم. این میتونه کلامی از روی عشق باشه. شیوه صحبت کردن خیلی مهمه. خردمندی از عهد باستان گفته پاسخ ملایم خشم را دور میکند. عشق حساب خطاها رو نگه نمیداره. عشق ناکامی‌های گذشته رو نمیشماره. بخشش راه عشق. فیلیبوک، بالی برای پرواز. دومین زبانی که گری چاپمن در کتاب خودش 5 زبان عشق از آن یاد میکنه وقت گذاشتن برای یکدیگره. باید به همسرتون توجه کنید. کنار هم نشستن و تلویزیون دیدن توجه کردن نیست، چون دارید به تلویزیون توجه میکنید. تلویزیون رو خاموش کنید، به صورت همسرتون نگاه کنید و با او حرف بزنید یا دوتایی با هم قدم بزنید. به یکدیگر نگاه کنید و حرف بزنید. دقیقاً این قضیه در رستوران‌ها قابل مشاهده است. زوجهایی که تازه با هم آشنا شدن میبینید که در رستوران به یکدیگر نگاه میکنن و حرف میزنن، ولی زوجهایی که متعهل هستن به اطراف نگاه میکنن، گویا فقط اومدن تا غذاشون رو بخورن و اونجا رو ترک کنن.
توجه کردن یک راه قدرتمند برای ابراز عشق و علاقه است. یک نفر با کلمات تاییدآمیز حالش خوب میشه و زبان عشق اوست و زبان عشق دیگری وقت گذاشتن و توجه کردنه. هیچ وقت یک دارو همه بیماری ها رو مداوا نمیکنه. برای اینکه مطمئن شید راه درست رو میرید و زبان درستی رو برای ابراز عشق به همسرتون انتخاب کردید، اینه که ببینید آیا او شاده یا نه. اگر او هنوز شاد نیست، بدونید که زبان مناسب رو برای ابراز عشقتون به همسرتون انتخاب نکردید. جالبه که بدونید تمام این زبانها که هر کسی با یک زبان شاد میشه برمیگرده به دوران کودکی. برمیگرده به دوران کودکی اونها. کسی که هیچگاه در دوران کودکی از پدر و مادر خودش به صورت کلامی عشق و محبت رو دریافت نکرده، در بزرگسالی نیازمند به کلام تأییدی هستش. یعنی باید در کلام پارتنر او، همسر او رو تأیید بکنه. قبلتر گفتیم کلام تأییدآمیز، کلام تشویق‌آمیز، کلام محبت‌آمیز، همه اینها میتونه حس خوبی رو به او انتقال بده و این زبان عشق او هستش. اگر نتونید زبان عشق همسرتون رو پیدا کنید، کم کم مخزن عشق او خالی میشه و او دیگه از عشق شما احساس امنیت نمیکنه. مثلا اگر شما به عنوان یک مرد همسرتون زبان عشقش توجه کردن و وقت گذاشتن باشه و شما مدام غرق در کارتون باشید، او به چیزی که موجب این مسئله شده اعتراض میکنه. یعنی به شغل شما حمله میکنه. شما به ظاهر عمل او رو غیر منطقی میدونید، چون پیش خودتون میگید که خب من به خاطر او، به خاطر بچه ها دارم تلاش میکنم، تمام وقتم رو کار میکنم. ولی خب مگه در زندگی زناشویی فقط باید کار کرد؟ یادتون نره که شما فقط مسئول پول در آوردن نیستید. مهمتر از همه در زندگی زناشویی عشق که میتونه همه چیز رو در زندگی به تعادل برسونه و شادی و شعف رو به زندگی هدیه کنه. همه چیز به اندازه، افراط و تفرید در هر چیزی زیان باره. همسرتون از شغل شما متنفر نیست، او از این واقعیت متنفره که مهر و محبتی از جانب شما نمیبینه. زیبایی زندگی اینه که شما وقتی به قله میرسید با همسر و بچه های خودتون باشید، وگرنه تلاش برای به قله رسیدن به تنهایی، اون هم در زندگی دو نفره زناشویی، هیچ معنا و مفهومی نداره. هدف عشق و با هم بودنه. کنار هم بودن فایده ای نداره. با هم بودنه که مخزن عشق شما رو پر میکنه، مخزن عشق همسرتون رو پر میکنه. با هم بودن یعنی توجه متمرکز و کامل به هم. همسران باید نفر اول زندگی هم باشن. این با هم بودنه که به توجه متمرکز نیاز داره. وقتی پدری روی زمین میشینه و توپی رو به سمت کودک 2 ساله خودش قل میده، توجه او روی توپ متمرکز نیست، بلکه روی کودکشه. اینجا فعالیتی که شما انجام میدید مهم نیست. مهم عواطفیه که بین پدر و کودک خلق میشه. مثل زن و شوهری که با هم تنیس بازی میکنن. اگر واقعا برای هم وقت گذاشته باشن، تمرکزشون روی بازی نیست. بیشتر هدفشون اینه که زمانی رو با هم سپری کنن. در اینجا نکته مهم اتفاقیه که در سطح عاطفیمون میفته. در یک فعالیت مشترک که با هم وقت میگذاریم، این پیام رو میرسونه که ما به یکدیگر توجه داریم و از بودن با یکدیگر لذت میبریم و دوست داریم کارهایی رو با هم انجام بدیم. فیلیبوک، بالی برای پرواز. یادتون باشه که شما مثلا به عنوان یک مرد یک سری خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی دارید که متقابلاً همسر شما هم که یک خانم محسوب میشه برای خودش خصوصیات و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. اگر خانم شما وقتی از سر کار برمیگرده به خونه و از مشکلاتی که در محل کار
براش به وجود اومده با شما صحبت میکنه، این بدان معنی نیستش که شما باید یک راه چاره در اختیارش قرار بدید و مشکل اونو حل کنید. ازدواج یک رابطه است، نه پروژه‌ای که باید کاملش کنیم یا مشکلی که باید حلش کنیم. یک زندگی مشترک بین دو انسان به نامهای مرد و زن شکل گرفته که حالا این دو انسان باید کنار هم شریک درد و دلهای هم باشن، با هم همدردی کنن. مخصوصا حرفای خانومها رو باید شنید، چون خانومها ذاتاً دوست دارن حرفاشون شنیده شه، یعنی یک گوش شنوای صبور باشه تا اونها خودشون رو خالی کنن. نگران این نباشید که باید در انتهای حرفای اونها راه چاره‌ای در اختیارشون قرار بدید. نه، اینطور نیست. همین که شما با جان و دل به حرفاشون گوش بسپارید و حتی در میان صحبت‌های همسرتون سوال‌هایی کنید که او رو بیشتر درک کنید، همین میتونه ارتباط عاشقانه شما رو تحکیم بخشه. این نیاز به یک گفتگوی متمرکز داره. اگر زبان اصلی عشق همسرتون وقت گذراندن با یکدیگر هستش، چنین گفتگویی برای اینکه او احساس مهر و محبت کنه حیاتیه. یادتون باشه که زن و مرد در زندگی زناشویی نیاز دارن تا از طرف هم شنیده شن، تایید شن و مطمئن باشن که هنوز از طرف همسرشون دوست داشتنی و خواستنی هن. خیلی از مردها فکر میکنن که بعد از شنیدن سخنان همسرشون حتما باید به او توصیه یا نصیحتی کنن. خیر، اینطور نیست. شنیدن حرفهای همسرتون همدردی با اوست و این کافیه. مگر اینکه او از شما راه حلی بخواد و یا در موردی به خصوص توصیه و راه حلی ضروری نیاز باشه. در کل در بعضی از خانم‌ها شنیدن و همدردی یکی از راه‌های زبان عشق هستش. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، چقدر زندگی‌های زیادی که بر سر همین ناآگاهی‌ها از هم پاشیدن و خانواده‌ها نابود شدن. دنیا پر از چاله و چاهه که ما نابینایی هستیم که بدون علم و آگاهی در اونها سقوط میکنیم. برای بینا شدن نیاز به دانش و آگاهی داریم که این اطلاعات با ارزش ما را از روی چاه‌های عمیق به سلامتی عبور بده. خیلی از ما عادت داریم تا بیشتر حرف بزنیم، ولی از قدیم گفتن عالمان بیشتر گوش میکنن تا اینکه حرف بزنن. روی گوش دادن به همسرتون تمرکز کنید، نه روی فقط و فقط صحبت کردن و توصیه و نصیحت. درک درک درک. هرچه بیشتر درک کنید، بیشتر به همسرتون و شرایط موجود آگاهی پیدا میکنید. رابطه یعنی گوش دادن دلسوزانه برای درک افکار، احساسات و آرزوهای طرف مقابلم. چند تا راهکار در مورد موضوعی که تا الان با هم صحبت کردیم رو بهتون میدم. 1. وقتی همسرتون با شما حرف میزنه به چشماش نگاه کنید. اینجوری فکرتون هم منحرف نمیشه و نشون میدید که به او توجه کامل دارید. 2. در حین گوش دادن به حرفای همسرتون مشغول کار دیگه‌ای نشید. اگر هم یک کاری دارید انجام میدید که باید و ضروری هستش که این کار همون لحظه انجام بشه، به همسرتون بگید که من دوست دارم حرفای تو رو با توجه کامل گوش کنم. اگر به من اجازه بدید من کارم رو انجام بدم، تا 10 دقیقه دیگه می نشینم و به حرفای تو با توجه و تمرکز کامل گوش می کنم. اکثر همسران به چنین درخواستی احترام میگذارن. 3. ضمن گوش کردن در پی کشف احساسات او باشید. خود این نشان دهنده اینه که شما واقعا دارید به حرفای او گوش میدید. 4. به حرکات بدن توجه کنید. مشت‌های گره کرده، دستان لرزان، اشک، ابروان گره خورده و حرکات چشم میتونه سرنخی به شما بده که از احساسات او باخبر بشید. گاهی وقتا کلمات یه چیز میگن و حرکات بدن چیز دیگه‌ای. در این گونه موقعیت‌ها از همسرتون سوال کنید و برای خودتون روشن کنید که واقعاً او چه فکری میکنه و چه احساسی داره. 5. حرف همسرتون رو قطع نکنید. پژوهش‌های اخیر نشون میده که افراد عادی فقط 17 ثانیه به حرف طرف مقابل خودشون گوش میدن و بعد حرف او رو قطع میکنن و نظرات خودشون رو میگن.
مدام این یادتون باشه که هدف از گوش کردن به صحبت‌های همسرتون در این شرایط کشف افکار و احساسات او هستش، نه دفاع کردن از خودمون یا تهمت زدن به او و بیان متعصبانه موضع خودمون. هدف من باید درک همسرم باشه، نه دفاع از خودم و یا اصلاح نظرات او. ادامه این پادکست رو در اپیزود بعدی براتون آماده میکنم. 5 زبان عشق، نویسنده گری چاپمن. اپیزود 2. همونطوری که زن نیاز داره تا حرفاش رو شوهرش گوش کنه، از اون طرف هم برای اینکه او احساس صمیمیت کنه، همسرش باید حرفای دلش رو به او بزنه. یعنی اگر فقط تماما زن حرفای دلش رو به شوهرش بزنه کافی نیست. این یک جاده 2 طرفه هستش. مرد هم باید افکار و احساسات خودش رو فاش کنه تا نزدیکی و صمیمیت شکل بگیره. اینطوره که مخزن عشق اونها پر میشه. حالا نکته مهم اینجاست که خیلی از ما به خاطر دوران کودکی خودمون یاد گرفتیم که احساسات خودمون رو بیان نکنیم. مثلا در کودکی تا خواسته‌ای داشتیم از طرف پدر مادر سرکوب شدیم، یا اگر خشمی داشتیم باز هم از طرف پدر مادر سرکوب شدیم، و حتی اگر به چیزی نیاز داشتیم طوری با ما حرف زدن که شرایط مالیش رو ندارن که ما حتی احساس گناه کردیم از اینکه اون خواستمون رو بیان کردیم. بنابراین با این شرایط بزرگ شدیم و حالا چطوری میخوایم احساسات خودمون رو به راحتی با همسرمون در میان بگذاریم؟ واقعا راه چاره چیست؟ چون اینجا شما نیستید که مقصرید. در واقع کودکی شما و برخورد والدین بوده که این چنین شدید. برای رهایی و نجات از این مسئله باید سعی کنید احساسات خودتون رو به رسمیت بشناسید. اصلاً با احساسات خودتون آشنا و دوست بشید. تا به امروز با افکار خودتون زندگی کردید و احساسات خودتون رو پنهان و انکار کردید. پس بیایید هر روز 3 بار از خودتون بپرسید که من ظرف 3 ساعت گذشته چه عواطفی رو احساس کردم. این کار خیلی بهتون میتونه کمک بکنه در ابراز احساسات خودتون. بگید وقتی همکارم در محیط کارم اونجوری با من حرف زد من چه احساسی داشتم. وقتی به پمپ بنزین رفتم و قطع کن بنزین کار نکرد و تمام بدنه و باک ماشینم پر از بنزین شد من چه احساسی کردم. وقتی در صف نانوایی زیاد معطل شدم به خاطر شلوغی چه احساسی پیدا کردم. احساساتتون رو در دفترچه بنویسید و چند کلمه هم بهش اضافه کنید تا بعداً واقعه مربوط به اون احساس رو به یاد بیارید. میتونید 2 ستون رسم بکنید. در ستون اول نام واقعه و در ستون دوم احساسی که اون لحظه بهتون دست داد رو بنویسید. مثلا وقتی مینویسید نانوایی در ستون اول تیتر میزنید، در ستون دوم که قرار احساستون رو بنویسید با یک کلمه مثلا نارضایتی و الی آخر اینجوری میتونید پر بکنید ستونهای خودتون رو. وقتی این تمرین رو 3 بار در روز انجام بدید از طبیعت احساسات و عواطف خودتون آگاه میشید. با استفاده از دفتر یادداشت هر چند روز که ممکنه از احساسات و عواطفتون با همسرتون حرف بزنید. بعد از چند هفته اتفاقی که میفته اینه که از بیان عواطف و احساساتتون احساس راحتی خواهید کرد و اون تابوی دوران کودکی در شما شکسته میشه و بیان عواطف و احساسات برای شما خیلی راحت شکل میگیره. عواطف خودی خود نه خوبن نه بد. اونها صرفاً پاسخ روانی ما به رویدادهای زندگی هستن. ما نهایتاً بر مبنای افکار و احساساتمونه که تصمیم میگیریم. میدونی دل اسیر تا بمیره، میدونی بدون تو دلم آروم نگیره، میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بی بوده چوید نصیبی بوده توید. گری چاپمن در کتاب خودش از 2 شخصیت ورور جادو و کم حرف صحبت میکنه و میگه که ممکنه شما انسان کم حرفی باشید ولی با یک ورور جادو که زیاد صحبت میکنه بخواید وارد رابطه بشید و یا ازدواج کنید. اون میگه که ما تحت تاثیر شخصیتمون هستیم اما تحت کنترل اون نیستیم. این 2 شخصیت کم حرف و پر حرف میتونن با هم سازگار باشن.
شخصیت کم حرف میتونه حرف زدن رو یاد بگیره و شخصیت پرحرف میتونه گوش دادن رو بیاموزه. یکی دیگه از کارهایی که شما میتونید انجام بدید تا به هم نزدیکتر بشید و اون حرارت عشق بین شما تازه و زیادتر شه، فعالیت‌های سازنده مشترکه. وقتی شما کاری مشترک رو با هم انجام میدید، با هم بیشتر حرف میزنید و برای افرادی که زبان اصلی عشقشون وقت گذاشتن کنار یکدیگره حس و حال بهتری دارن و در این موارد اذعان دارن خودشون که انگار یک بار دیگه تازه با هم قرار ملاقات گذاشتن. این فعالیت سازنده که گفتیم میتونه مورد علاقه هر دو یا یکی از همسران باشه که نفر مقابل به خاطر اینکه همسرش حس خوبی داشته باشه با او در انجام اون کار شریک میشه. نکته اصلی کاری که انجام میدید نیست، بلکه دلیل انجام اون هستش. هدف اینه که چیزی رو با هم تجربه کنیم و در پایان احساس کنیم که او به من توجه داره. این فعالیت میتونه رساترین صدای عشق باشه. این که من از یک کنسرت خوشم نمیاد ولی به خاطر همسرم که عاشق اون هستش به اون کنسرت میرم و اون رو همراهی میکنم، این یعنی سخن گفتن به زبان عشق. این یعنی عشق ورزیدن. یکی از ثمرات فعالیت‌های مشترک اینه که مخزن خاطره‌ای ایجاد می‌کنید و تا سالها بعد میتونید از موجودی اون استفاده کنید. در مورد فعالیت‌های سازنده مشترک میتونیم این مثال‌ها رو بزنیم: درست کردن یک باغچه، خرید عتیقه‌جات، تماشای یک نمایشگاه هنری، گوش دادن به موسیقی، گردش خارج از شهر، پیاده‌روی‌های طولانی، شستن اتومبیل با همدیگه در یک روز داغ تابستانی. عناصر اصلی فعالیت‌های سازنده مشترک اینها هستن: 1. حداقل یکی از اونها بخواد کار مورد نظر رو انجام بده. 2. دیگری مایل به انجام این کار باشه. 3. هر دو بدونن که چرا اون کار رو انجام میدن، برای ابراز عشق از طریق با هم بودن. حسن فعالیت‌های سازنده مشترک اینه که شما مخزن خاطره‌ای ایجاد می‌کنید که تا سالها بعد هم میتونید از موجودی اون استفاده کنید. مثلا با همسرتون صبح رفتید پیاده روی، تو اردیبهشت ماه هستید، هوای بهاری هستش و اون تراوت صبحگاهی رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. یا آخر هفته کیلومترها راه رفتید و رسیدید به یک آبشار با شکوه که حتی سالها بعد وقتی از اون خاطره حرف میزنید حتی مه اون روز رو هم به خاطر میارید و احساسش میکنید. و از همه مهمتر این که در کنار عشقتون بودید و با او همه چیز رو تجربه کردید. یعنی نقطه مشترکی بین احساس خوب شما و همسرتون هستش. انگار تمام خوشی‌ها و خاطرات زیبای شما تنیده شده در وجود یک نفر به نام عشقتون. حالا شاید بعضی از شما عزیزان بگید که هر دوی ما بیرون از خانه کار میکنیم و کجا وقت این کارها رو داریم. همون جوری که برای میل کردن ناهار و شام وقت پیدا میکنیم، برای این فعالیت ها هم باید وقت پیدا کنیم. مگه میشه انسان بدون غذا ادامه به حیات بده؟ برای ادامه دادن به زندگی زناشویی هم شما باید کارهایی رو انجام بدید که دقیقاً مثل همون ناهار و شام برای نیاز بدن ما هستش. سلامتی بزرگترین نعمتیه که ما انسان ها از اون برخورداریم. سلامتی میتونه سلامت جسم و روان ما باشه. سلامتی میتونه سلامت و دوام ازدواج ما باشه. درسته که همه این کارها دشوار هستش ولی با برنامه ریزی میتونیم همش رو انجام بدیم. سوالهایی که ممکنه در ذهن شما مطرح شه رو میخوام جواب بدم. آیا با این اوضاع که باید وقت برای همسرم بگذارم ممکنه بعضی از فعالیت‌های فردیم رو رها کنم؟ شاید. آیا ممکنه بعضی وقتها حتی کارهایی که دوست ندارم رو به خاطر همسرم باید انجام بدم؟ مسلماً. آیا ارزشش رو داره؟ بدون شک بله. برای ما چه فایده‌ای داره؟ پاسخ به این سوال هم اینه: لذت زندگی با همسری که احساس میکنه مورد محبت قرار داره و برای دادن عشق به یکدیگر یاد گرفتیم که به زبان عشق هم حرف بزنیم. پس تا اینجا از 5 زبان عشق با 2 زبان عشق آشنا شدیم. 1. کلمات تاییدآمیز و 2. وقت گذاشتن برای یکدیگر. برای ادامه حرفامون در مورد کتاب 5 زبان عشق بد نیست کمی هم تنوع بدیم و در این قسمت مطالب این کتاب رو به شکل یک گفتگوی داستانی براتون تعریف کنم.
عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ماه در بیا چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در بیا چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی. سلام، چطوری؟ مرسی، رو به راهی؟ ای بد نیستم. راستی از کتاب 5 زبان عشق، زبان سوم عشق رو هنوز بهم نگفتی. زبان سوم عشق دریافت هدیه است. دریافت هدیه؟ تو هم که عاشقشی. پس چی؟ یه چیزی بگم، این فقط خانومای ایرانی نیستن که عاشق کادو هن. در هر فرهنگی هدیه دادن بخشی از روند ازدواجه. چه جالب، پس فقط من نیستم. آره، به خودت امیدوار باش. میدونستی هدیه‌ای که همسرت به تو میده فقط یک شیء معمولی نیست، اون عشقه. آره، اولین هدیه پیامو هنوز دارمش، برام خیلی خاصه. چون گرون بود؟ نه اصلا، اتفاقا یه عروسک خیلی ساده است، به نظر ارزونم میاد ولی خیلی بامزه است. هر دفعه که میبینمش خندم میگیره، یاد حرفا و خودش میافتم که چطوری عشقشو به من ابراز میکرد. اون یه بهونه است برای اینکه تو به اون فکر کنی. در واقع اون اول به تو فکر کرده تا چی بهت هدیه بده و اون عروسک رو برات گرفته. یعنی فکرشو عملی کرده و برات هدیه خریده. هدیهش نماد فکرشه، فکری که در ذهن مهم نیست، فکری که تبدیل به یک هدیه میشه اهمیت داره. همینطوره که میگی. وقتی پیام برام گل میخرید احساس میکردم تمام محبتشو نثارم میکرد. دیگه اون محبت برام یک کلمه نبود، در قالب هدیه بود، یک عشق که همیشه تو ذهنم میمونه. همین الان یه چیزی به ذهنم رسید. شب عروسیمون همه به همون کادو دادن، عشقی که خانواده هامون بهمون میدادن. چقدر حس خوبی بود. هدایا نمادهای بصری عشقن. به خاطر همینه که کل مراسم عروسی به هدیه دادن و هدیه گرفتن میگذره. ازدواج یعنی عشق. اصلا عشق نباشه ازدواج نباید کرد. معنای ازدواج وجود عشقه. الان خیلی اینجوری شده، نمیدونم چرا، که خیلی از آدما به خاطر شرایطشون مجبور شدن تا بدون عشق به زندگی ادامه بدن. این یعنی یه مرده متحرک، چون آدما بدون عشق میمیرن. آخه چه جوری میشه آدم بدون عشق زندگی کنه؟ فقط 2 نفر که کنار همن، مثل همخونه. شاید مجبور که باشی اینجوری هم بشه، نمیدونم. باز رفتی سراغ جبر و اجبار؟ آها، راست میگی، ولش کن. بحث و فلسفی نکنی. داشتیم از مراسم ازدواج میگفتیم. اصلا خود همین حلقه های ازدواج نشونه و نمادی از پیوند درونی و معنویه که قلب زن و مرد رو به هم وصل میکنه. نمادها ارزش عاطفی دارن. آره راست میگی. دقیقا موقعی که زن و مرد از هم جدا میشن دیگه حلقه ازدواجشون رو دست نمیکنن. وقتی یکی از اونها انگشتر رو پرت میکنه و میره، این نشونه اینه که ازدواج اونها دچار مشکل جدی شده. البته خیلی هم اهل حلقه دست کردن نیستن. عروسی که تموم میشه حلقه رو میندازن اونور. خب نگرش افراد نسبت به حلقه ازدواج با هم فرق داره. این همون زبان اصلی عشق افراده که با هم متفاوته. پس یعنی اگه زبان اصلی عشق من دریافت هدیه است، حلقه ازدواجم برام خیلی مهمه. دقیقاً همینطوره. تمام چیزهایی که شوهرت بهت کادو داده تماماً برات مظهر عشقه. آره. حالا یه سوال، اگه همسرت برات هدیه نگیره چه حسی داری؟ هیچی، میگم دیگه دوستم نداره. جداً؟ بله. به نظر تو مردی که برای زنش هدیه نگیره اصلا مرده؟ چی میگی؟ 2 ساعت داریم در مورد زبان اصلی عشق آدما حرف میزنیم که با هم متفاوته. بله که مرده. نه خیر، مرد نیست. مرد باید کادو بخره. نخره اصلا نباید بیاد خونه. آره والا، برای همینه من سالهاست خونه نرفتم دیگه، چون مجردم. راستی تو نمیخوای زن بگیری؟ قد چیم که کار داره به جاهای باریک میکشه. شوخی میکنم. ولی ببین جدا من آدم مادی نیستم. حتی یه هدیه ارزون قیمت هم برام بخره من راضیم. دقیقاً گری چاپمن هم تو کتابش همینو میگه که قیمت برای افرادی که نمادهای بصری عشق براشون مهمه نگاه به قیمتش نمیکنن.
معتقدن هدیه $1 از عشق $1,000,000 سخن میگه. راستی این آقای گری چاپمن که این کتابو نوشته؟ منظور اینه که الان جواب نیست حرفایی که میزنه، مردم دنبال قیمتن؟ نه همینجوری پرسیدم. 1992 32 سال پیش. حالا از اینا که بگذریم باید ببینید که زبان عشق همسرتون چیه. اگر زبان اصلی عشق همسرتون دریافت هدیه است، پس چیزهایی که دوست داره رو لیست کنید و براش هر زمانی که امکانش براتون فراهمه تهیه کنید و بهش هدیه بدید. روز خاصی هم مهم نیست باشه، چون این افراد عمل شما رو عشق شما به خودشون حساب میکنن. فرقی نداره کی و کجا باشه. خودتونم به دردسر نندازید. آنچه که در توان دارید انجام بدید، چون او دنبال پول و قیمتش نیست. یادتونم باشه که اگه هر دفعه برای همسرتون یا شریک عاطفیتون هدیه گرفتید و او انتقاد کرد، قطعاً دریافت هدیه زبان اصلی عشق او نیست. پس الکی خودتون رو به خرج نندازید، چون زبان اصلی عشق او چیز دیگه ایه که باید کشفش کنید. به نظرت پیام زبان عشق منو کشف کرده؟ به نظرم که خوبم کشف کرده، چون کمد لباساتو کشوی طلا جواهرات جای سوزن انداختنم نیست. بدجنس. روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم. به لب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری. زن و مرد در رابطه احساسی خود باید نیازهای عاطفیشون برآورده شه. بذارید در اینجا واضح‌تر و رک‌تر با هم حرف بزنیم. اگر شما پول پسنداز کردن رو از پول خرج کردن بیشتر میپسندید و اینجوری از نیاز عاطفیتون مراقبت میکنید، بدونید که اگه شریک عاطفی شما زبان اصلی عشقش هدیه گرفتن باشه، پس باید برای او هدیه بگیرید و این کار رو بیهوده و بی‌ثمر ندونید، چون دارید روی رابطتون سرمایه گذاری میکنید و مخزن عشق محبوبتون رو پر میکنید و او با مخزن پر میتونه عشقش رو به شما ابراز کنه و شما هم سیراب شید. هدیه دادن هم فقط یک شی یا یک شاخه گل نیست. حضور خیش میتونه یک هدیه برای همسرتون باشه، برای پارتنرتون باشه. همسرانی که زبان اصلی عشقشون هدیه گرفتنه، دوست دارن در شرایط بحرانی همسرشون کنارشون باشه. گری چاپمن پیشنهاد میکنه که اگر حضور فیزیکی همسرتون برای شما مهمه، این رو به زبان بیارید و به همسرتون بگید. انتظار نداشته باشید که او فکر شما رو بخونه. خیلی از ما شاید فکر کنیم که اگر یک شاخه گل برای شریک عاطفیمون بخریم بیهوده است و پولمون رو دور ریختیم، و یا یک کارت پستال بخریم بعد از اینکه همسرمون اون رو ببینه و تمام، و این کار اتلاف پول هستش. خیر، اینا هیچ کدوم اتلاف و بیهوده نیست. نه تنها بیهوده نیست بلکه ضروری هم هست، چون شما دارید روی احساسات و عواطف شریک عاطفیتون سرمایه گذاری میکنید و مخزن عشق او رو پر میکنید و همچنین خاطره سازی میکنید که تا سالها بعد میتونید از اون به عنوان یک پسنداز معنوی و عاشقانه استفاده کنید. کجای دنیا عشق و محبت و مهربانی اتلاف زمان هستش؟ اصلا به من بگید چه کاری اتلاف زمان نیست؟ فقط پول در آوردن و خرید لوازم ضروری مثل اسباب خانه اتلاف زمان نیست؟ بشقابی که میخرید و داخل اون غذا میخورید نیازه تا جسممون سراپا و قوی بمونه. فراموش نکنید شاخه گلی رو هم که میخرید و به همسرتون هدیه میدید نیازه، چون روح و روان او رو جلا میده و او رو سرپا و قوی نگه میداره. همونطوری که قبلتر هم به اون اشاره کردیم، جسم و روان باید موازی با هم در کنار هم رشد کنه و توجه کردن به یکی از اونها و نادیده گرفتن دیگری ما رو خسته و پریشان میکنه. مخزن عشق همسرتون رو پر و لبریز کنید. هدیه دادن مهمه، قیمت مهم نیست.
شاید پول کافی برای اینکه هر بار بخواید هدیه بخرید نداشته باشید. گاهی حتی میتونید خودتون بسازید و هدیه بدید، یا در فصل بهار یک گل وحشی از جلوی حیاط بچینید و هدیه بدید. به هر حال مهم عملیه که انجام میدید. به هر شکلش هدیه دادن برای همسرتون خوشاینده و او رو دلباخته خودتون میکنید. کانال فیلیبوک رو سابسکرایب کنید و از جدیدترین پادکست ها با خبر شید. تا الان در مورد 3 زبان عشق گری چاپمن در کتاب خودش به نام 5 زبان عشق صحبت کردیم. زبان 4م رو او خدمت به یکدیگر نام گذاشته. معمولاً مردهایی که زنهای کدبانو دارن و در خانه به امور منزل و فرزندان میپردازن از اونها راضین و وقتی ازشون سوال میکنی که آیا از زندگی زناشویی خودت از همسرت راضی هستی، میگن بله، چون زبان عشق اون مرد زبان 4م، یعنی خدمت به یکدیگر، و اینجوریه که نیاز عاطفیش برآورده میشه. خیلی از آقایون دوران نامزدی خیلی به همسرشون کمک میکنن و کنار یکدیگرن. گری چاپمن در کتاب خودش مثالی رو از یکی از کیس های خودش میزنه که او مردی بود که در زمان نامزدیش به همسرش کمک میکرد و کنار او بود، ولی وقتی ازدواج کرد او رفتار خودش رو تغییر داد و دیگه به همسرش کمک نکرد، چون در زمان نامزدی این گونه رفتار رو طبیعی میدونست و در زمان ازدواج الگوی خودش رو پدر مادرش میدونست که پدرش در بیرون از خونه کار میکرد و مادرش هم در خانه به کارهای خانه مثل غذا درست کردن، تمیزکاری، اتو کشیدن، نگهداری فرزندان، آب دادن گلها، گردگیری و خیلی چیزای دیگه مشغول بودش. پس از لحاظ او تغییری نکرده بود و روال طبیعی زندگی خودش رو داشت. ولی زن از این موضوع ناراحت بود، چون او تغییر کرده بود و مثل دوران نامزدیشون در کارها به او کمک نمی کرد. مثلا در دوران نامزدی او اذعان داشت که هفته‌ای 1 بار حداقل شوهرش به خونهشون میرفت و در کارهای عملی دانشگاهیش به او کمک میکرد و او رو فردی میدید که همیشه در کارها کنارش بوده و به او خدمت میکرد. گری چاپمن در اینجا به نکته ظریفی اشاره میکنه و اون اینه که میگه اون مرد بعد از ازدواج به زنش کمک نکرد، پس زن احساس کرد که دیگه شوهرش دوستش نداره و از اون طرف هم بعد از ازدواج مرد انتظار داشت تا امورات خونه به دست زنش انجام شه که نشد. پس هر دوی اونها در ابراز عشقشون به زبان 4م یعنی خدمت به یکدیگر نتونستن درست عمل کنن. تازه بدتر از اون اینه که شما در رابطتون از پارتنرتون آمرانه چیزی رو بخواید. یادتون باشه که درخواست کردن به عشق جهت میده، ولی دستور دادن جریان عشق رو بند میاره. نباید از او انتقاد کنید یا او را با مادر پدر خودتون مقایسه کنید و سعی کنید شکل کسی دیگه‌ای باشه و مثل او رفتار کنه. چیزی رو که دوست دارید درخواست کنید، ولی هیچ وقت مقایسه نکنید و به زور چیزی رو نخواهید. یکی از تمرین‌هایی که میتونید انجام بدید اینه که از درخواست‌های هم یک لیست تهیه کنید. چند کاری که دوست دارید همسرتون انجام بده و اینجوری محبت و علاقه او رو احساس میکنید بنویسید و چند کاری رو هم که او دوست داره شما انجام بدید رو بنویسید. این کار باعث میشه که فکرتون رو به طور مشخص بیان کنید. گری چاپمن در کتاب خودش به زوجی که همین مسئله رو داشتن گفت که این لیست رو تهیه کنن. مارک و مری. مارک شوهر مری بودش. این 5 درخواست رو از مری داشت. 1. مرتب کردن روزانه رخت خواب‌ها. 2. تمیز بودن صورت بچه زمانی که از سر کار برمیگرده. 3. مرتب بودن جاکفشی قبل از اومدنش به خونه. 4. آماده بودن غذا وقتی که از سر کار به خونه برمیگرده تا بتونن به موقع غذاشون رو با هم میل بکنن. گری چاپمن با صدای بلند فهرست مارک رو میخونه و به مارک میگه تو منظورت اینه که اگر این 4 کار رو مری انجام بده یعنی محبتش رو به تو ابراز کرده، درسته؟ و مارک حرف دکتر چاپمن رو تایید میکنه و بعد مری فهرست خودش رو میخونه. 1. به جای اینکه او از من انتظار داشته باشه اتومبیل رو بشورم، خودش هر هفته این کار رو انجام بده.
2. وقتی به خانه میاد دوست دارم مخصوصا زمانی که دستم بنده و آشپزی میکنم پوشک بچه رو عوض کنه. 3. دوست دارم هفته 1 بار خونه رو جارو برقی بزنه. 4. دوست دارم در فصل تابستون هر هفته چمنها رو کوتاه کنه و خونمون زیباتر به نظر برسه. دکتر چاپمن به مری میگه که منظورت اینه که اگر مارک این 4 کار رو انجام بده شما اون رو ابراز عشق واقعی نسبت به خودت تلقی میکنی. درسته؟ مری با صدای بلند جواب میده بله دقیقاً همینه و از هر دوی اونها میپرسه آیا فهرست هر دوی شما معقوله و هر دو پاسخ مثبت میدن و هر دو قبول میکنن که این کارها رو انجام بدن. مارک چیزی رو به یاد میاره که پدرش چمنها رو خودش میزد و ماشین رو هم خودش میشست. دکتر چاپمن تأکید میکنه که مجبور نیستید شما دقیقاً الگوهای پدر مادر خودتون رو انجام بدید. مهم اینه که شما باید کاری رو انجام بدید که عشقتون رو به همسرتون ابراز کنه. وقتی کاری که از نظر همسرمون، شریک عاطفیمون ابراز عشق و محبت به او محسوب میشه، پس چرا نباید اون کار رو انجام بدیم؟ حتی کاری به ظاهر ساده مثل تعویض پوشک بچه و یا مرتب کردن جا کفشی قبل از رسیدن همسرمون. میبینید که حتی یک کاری که به نظر کوچیک میرسه و انجامش هم خیلی ساده است چگونه در نظر همسرانمون یک زبان عشق تلقی میشه و اون نشونه مهر و محبت و دوست داشتنه. شاید شما که الان دارید این پادکست رو گوش میکنید به این تمرین ها باور نداشته باشید، ولی گری چاپمن اعتقاد داره که اگر 2 ماه این تمرین رو انجام بدید حتما به نتیجه دلخواه میرسید و تغییرات خیلی اساسی در رابطه عاطفی شما شکل میگیره. حتی میتونید به فهرست خودتون درخواست‌های دیگر رو هم اضافه کنید، ولی زیاده روی نکنید و هر ماه 1 درخواست بیشتر نباید اضافه کرد. در اینجا مارک و مری زبان عشقشون یکی بود، یعنی خدمت به یکدیگر. به قول دکتر چاپمن به ندرت زوجی رو دیدیم که زبان عشق هر دوی اونها یکی باشه. پس حواستون باشه که زبان عشق هر فردی میتونه متفاوت باشه. این شما هستید که باید زبان عشق شریک عاطفیتون رو پیدا کنید و به زبان خودش با او حرف بزنید. از نظر شخصی که زبان اصلی عشقش خدمت کردنه، جمع کردن کفش ها، عوض کردن پوشک بچه، شستن ظرف ها یا اتومبیل، جارو برقی کشیدن یا چمن زدن حیات، از نظر شخصی که زبان اصلی عشقش خدمت کردنه یک دنیا معنی داره. با خودم الان که فکر میکنم میبینم که شاید خیلی از چیزها برای من بی معنی باشه ولی برای فرد دیگه پر از معناست. چه دنیای رنگ و رنگی داریم، چقدر این دنیا پیچیده است، چقدر روان ما لایه‌های تو در تو داره که هر چقدر هم میخونیم، گوش میکنیم، تحقیق میکنیم و یاد میگیریم ولی بازم انگار قطره‌ای از اقیانوس وجود انسان رو کشف کردیم و هنوز هیچ چیزی نمیدونیم. اصلا یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم این پادکست ها رو ضبط کنم، روز اول قصدم ضبط کردن برای مخاطبین نبود، برای خودم ضبط میکردم که بارها گوش کنم و در مطالب کتاب ها عمیق‌تر شم. بعد جرقه‌ای تو ذهنم ایجاد شد که البته این جرقه برگرفته از یک تفکر و باور بود که تنها راه نجات ما انسان‌ها آگاهیه، اون هم یک آگاهی جمعی. پس به این نتیجه رسیدم تا پادکست هایی رو که برای خودم میگم برای شما هم به اشتراک بگذارم که در کنار یکدیگر با هم رشد کنیم و از شما هم میخوام که این آگاهی رو انتشار بدید تا تمام افراد دنیا کنار هم رشد کنیم که روزهای خوب با آگاهی من و شما ساخته میشه. برگردیم به ادامه کتاب 5 زبان عشق اثر گری چاپمن. تمام این زبانهای عشق لهجه‌هایی متفاوتن که یک کاربرد دارن و اون هم ابراز عشق به شریک عاطفی مونه.
همانطوری که ما باید بگردیم و زبان عشق شریک عاطفیمون رو پیدا کنیم، حتی میتونیم از او سوال کنیم، ساعتها در این مورد باهاش حرف بزنیم. با هم صحبت کردن خیلی به ما میتونه کمک بکنه تا لهجه صحیح عشقمون رو پیدا کنیم. نکته دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشید اینه که رفتاری که شما در دوران نامزدی و یا دوستی انجام میدید با رفتارتون بعد از ازدواج متفاوته و این منطقی هم هسته، چون زندگی شما وارد مرحله 2 نفره زیر یه سقف با آمال و آرزوهای جدید شده و خواسته ها تغییر کرده و به گامی جدیدتر راه یافته. پس شکل رفتار ما هم باید عوض شه و به سمت رضایت روابط عاطفی میان هم سوق پیدا کنه. عشق یک انتخاب است و نمیتونه اجبار باشه. نباید در روابط احساسیمون امر و نهی کنیم. باید لایه‌های عشق رو بشکافیم و به هم راه درست رو نشون بدیم. راهی که منتج به قلب و دل و احساس یکدیگر میشه. راهی که ما رو سرشار از مهر و عاطفه و عشق میکنه. شما به عنوان همسر کاری رو باید انجام بدید که عشق میانتون بیشتر بشه، 2 برابر بشه و همسرتون هم همینطور. خیلی از اوقات به خاطر عدم شناخت زبان عشق همسرمون کاری رو انجام میدیم که باعث اوقات تلخی بین ما میشه. اولین گام شناخت یکدیگره. شناخت زبان عشق یکدیگر. تا الان گری چاپمن 4 زبان عشق رو به ما آموخت. 1. کلام تاییدآمیز. 2. وقت گذاشتن برای یکدیگر. 3. دریافت هدایا. 4. خدمت به یکدیگر. شاید خیلی از شما که الان دارید این پادکست رو گوش میکنید بگید چطوری من زبان عشق همسرم رو متوجه بشم. یکی از راه‌ها اینه که وقتی همسرتون درباره رفتار شما انتقاد میکنه، سرنخ رو درباره زبان اصلی عشق او به دست میده. افراد بیشترین انتقادها رو در زمینه‌ای میکنن که خودشون عمیق‌ترین نیاز عاطفی رو در اون زمینه دارن. مثلا اگه همسر شما از شما انتقاد میکنه که چرا جمعه ها به بازی فوتبال میری، منظورش اینه که در خانه کنار من باش و با من وقت بگذرون. پادری یا عاشق. گری چاپمن میگه که ما انسان هستیم، نباید با شریک عاطفیمون مثل یک شی برخورد کنیم. پادری یک شیء بیجانه و اختیاری از خودش نداره. میتونید پاتون رو روش بکشید، راه برید و یا به کناری پرتش کنید. وقتی ما با همسرمون مثل یک شی برخورد میکنیم یعنی عشق رو نفی میکنیم یا ایجاد احساس گناه در او به وجود میاریم. مثل اگر زن خوبی بودی این کار رو برام میکردی. زبان عشق نیست، اینها زبان عشق نیست. یا ترساندن، مثل اگر این کار رو نکنی پشیمون میشی. با عشق بیگانه است. این جمله ها با عشق بیگانه است. حتی اگر شما خودتون رو هم پادری بدونید و خودتون رو زار و خفیف کنید، کوچیک کنید تا هر کاری که دلشون میخواد با شما بکنن، باز هم این کار عشق نیست. فکر نکنید این عشقه، اسمش رو عشق نذارید لطفاً. فکر نکنید از روی عشق و گذشته که دارید این کار رو انجام میدید. خیر، این خیانته، نه عشق. اون هم خیانت به خودتون و هم به همسرتون. چرا به خودتون خیانت میکنید؟ چون دارید به خودتون صدمه روانی میزنید و به او خیانت میکنید چون دارید یک عادت غیر انسانی رو در او به جریان میندازید. عشق جوری رفتار میکنه که رابطه روز به روز عمیق‌تر، قوی‌تر و پایدارتر شه، نه اینکه کاری کنه که به زودی عشق نابود شه. کلیشه های ذهنی خودتون رو پاک کنید. کلیشه هایی که از پدر و مادر الگو گرفتید رو پاک کنید. هیچ زندگی الگوی زندگی دیگری نیستش. زمان، مکان و شرایط با هم فرق داره. درمان همه دردها یک چیز نیست. البته که شاید به ظاهر زندگی انسان به هم شبیه باشه، ولی به خاطر داشته باشید که یکسان نیست.
همون الگوها یا کلیشه ها چند برابر شدن، شاید بیشتر شدن، ولی عین اونها نیست، تغییر کرده. الگوها و کلیشه ها رو باید بررسی کرد و تغییر داد. حفظ کلیشه ها پاداشی در بر نداره، اما رفع نیازهای عاطفی همسرتون منفعت بسیاری داره. به این جمله خوب دقت کنید: زبان هم را یاد بگیرید و مخزن عشق هم را پر کنید. درسته شاید شکستن این کلیشه های ذهنی ما سخت باشه، ولی به این فکر کنید که چطور زندگیتون از این رو به اون رو میشه و در روابط احساسی و عاطفیتون سیراب میشید. حالا دیگه وقتشه بریم سراغ زبان آخر، زبان پنجم عشق، یعنی تماس فیزیکی. یکی از راه‌های ابراز مهر و محبت تماس فیزیکی و لمس کردنه. این حتی در نوزادان هم پژوهش شده که در آغوش گرفتن و نوازش کردنشون باعث میشه تا زندگی عاطفی بهتری داشته باشن نسبت به نوزادانی که مدت‌های مدیدی از بوسه و نوازش محروم بودن. نوازش کردن ایده جدیدی نیست، بلکه در قرن یکم خانواده‌ها کودکانشون رو نزد عیسی مسیح می‌بردن و او دستش رو روی اونها می‌گذاشت و متبرکشون میکرد. یکی از قدرتمندترین راههایی که برای ابراز عشق میتوان استفاده کرد تماس فیزیکیه. گرفتن دست یکدیگر، در آغوش کشیدن، رابطه جنسی، اینها همه راههای ابراز عشق به همسر و پارتنر هستش. معمولاً آدم‌ها از خانواده‌های خودشون، از پدر و مادرشون الگو برداری میکنن. مثلا مادرمون کدبانو بوده در خونه و غذاهای رنگ و رنگ درست میکرده و پدرمون که بر سر سفره مینشسته از دسترنج مادرمون لذت میبرده و عاشق غذاهای او بوده و زبان عشقشون خدمت به یکدیگر بوده. به همین خاطر هر دو از کار هم راضی بودن. حالا اگر شما دختری بوده باشید در این خانواده بزرگ شدید، به احتمال زیاد کارهایی که مادرتون انجام میداده رو انجام میدید، ولی به خاطر داشته باشید که شما با همسرتون ازدواج کردید، نه با پدرتون. زبان عشق همسرتون ممکنه چیز دیگه ای باشه. ببینید خب طبیعیه که یک مرد از غذاهای خوشمزه‌ای که زنش براش درست میکنه بدش نمیاد، اما اگر زبان عشق همسر سکس باشه و او با سکس که عشق زنش رو دریافت میکنه، پس هیچگاه غذاهای رنگارنگ نمیتونن جای چیزی رو بگیرن که از نظر او عشق محسوب میشه. تماس فیزیکی میتونه یک رابطه رو بسازه و یا از بین ببره. میتونه هم نفرت رو منتقل کنه و هم محبت رو. یک تماس میتونه محبت آمیز باشه یا خصمانه باشه. ما در سرتاسر بدنمون گیرنده های کوچک حسی داریم که به تماس فیزیکی حساسه. حساسترین نقطه نوک زبانه. مثلا کتف کمترین حساسیت رو داره، یا نوک انگشتان و نوک بینی فوق‌العاده حساسن. از نظر کسی که زبان اصلی عشق او تماس فیزیکیه، این پیام رساتر از جمله دوستت دارمه یا از تو متنفرمه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای من کامنت کنید. مطمئناً در کیفیت فرم و محتوای مطالب تأثیرگذار خواهد بود. سیلی زدن به بچه از نظر هر کودکی بسیار دردآوره، زجر آوره. اما برای کودکی که زبان اصلی عشق او تماس فیزیکیه، ویران کننده است. در آغوش کشیدن برای کودک یک عمل صمیمانه و محبت آمیزه، اما کودکی که زبان اصلی او تماس فیزیکیه، برای او فریاد رسای عشق محسوب میشه. فرقی نمیکنه، همین امر برای بزرگسالان هم هستش. حتی برای لمس کردن همسرتون سعی کنید اونجوری که او دوست داره لمس شه. حتی برای جایی که قرار لمس شه در عالم خودتون نباشید. هر جور که خودتون دوست دارید او رو لمس و نوازش نکنید. کمتر خودخواه باشیم. خودخواهی رو کنار بگذاریم. شاید بعضی از تماس‌ها برای او آزاردهنده باشه. ما قراره به او لذت عشق رو بدیم، نه اینکه او رو ناراحت کنیم. همیشه اینطور نیست که تماسی که برای شما لذت بخشه برای اونم لذت آور باشه. اگر همسرتون ماساژ پشت رو دوست داره، پس اگر هنر ماساژ دادن رو یاد بگیرید ارزشش رو داره.
و اگر برای او برقراری رابطه جنسی بیشترین اهمیت رو داره، پس مطالعه کتب یادگیری هنر رابطه جنسی میتونه عشق شما رو بیشتر ابراز کنه. گاهی وقتا با یک حرکت کوچیک که وقت زیادی هم از شما نمیگیره میتونید عشقتون رو به همسرتون ابراز کنید. برای همسری که زبان عشقش فیزیکیه، مثلا در حال ریختن قهوه است، از کنارش رد میشید، آروم شونه‌هاش رو لمس میکنید. این یک تماس ضمنی و لحظه‌ای هستش که خیلی راحت میتونید انجام بدید. یا بوسیدن و لمس کردن، به آغوش کشیدن در زمان ورود به خانه یا خارج شدن از خانه، اینها همه برای همسرتون یک دنیا معنا داره. در زندگی همیشه در حال یادگیری زبان عشق همسرتون باشید. در مکانهای جدید تماسهای جدید برقرار کنید و از همسرتون بپرسید آیا لذت بخش هست یا نه. مثل قدم زدن در حالی که دستان هم رو گرفتید. شبی در رستوران غذا میخورید. لمس پاهای او هنگام شام خوردن ممکنه هیجان اون شب رو برای شما افزایش بده. یا گرفتن دستان یکدیگر در مقابل دیگران و شاید بوسیدن یکدیگر هنگام سوار شدن در اتومبیل سفرهاتون رو میتونه لذت بخشتر کنه. انجام هر کدوم از این کارها در صورتی که او دوست داشته باشه، توجه کنید، او دوست داشته باشه، مخزن عشق او پر میشه. یادتون نره شما در حال یادگیری زبان عشق او هستید. برای رسیدن به عشق و آرامش تلاش لازمه و این موضوع متقابلا دو طرفه هستش. یعنی همون چیزایی که شما دارید انجام میدید، همون تلاش هایی که شما دارید میکنید، همون کشفیاتی که شما سیر میکنید، اون هم باید انجام بده. میگن عشق یه سره مایه درد سره. واقعا همینطوره. یه جاده دو طرفه هستش. میدی میگیری، میری میای. این عشق و محبته که اینجا تو این مدار حرکت میکنه. گری چاپمن در کتاب خودش از زن و شوهری صحبت میکنه که همین مشکلات رو در اوایل ازدواجشون داشتن. زن اذعان داشت که حتی هفته ها میشد که به خاطر اینکه شوهرش پای کامپیوتر در خونه ساعتهای طولانی کار میکرد اونها رو از هم دور کرده بود و از اون طرف مرد چون زبان عشقش فیزیکی بود انتظار داشت شروع کننده همسرش باشه و برای زن لمس کردن مردش خیلی مهم نبود و او عشق و محبت رو بیشتر در وقت گذاشتن برای یکدیگر میدید که شوهرش هم این کار رو انجام نمیداد. در واقع هر دوی اونها زبان عشق همو بلد نبودن. مرد دوست داشت زن او رو از لحاظ فیزیکی لمس کنه و زن دوست داشت او کنارش باشه و هیچ کدوم از این کارها انجام نمیشد. اون مرد مثل خیلی‌ها زبان اصلی عشقش تماس فیزیکی بود. این افراد به لحاظ عاطفی نیاز دارن تا همسرشون لمسشون کنه، نوازششون کنه، دست در میان موها فرو بره، مالیدن کمر، دستها رو گرفتن، در آغوش کشیدن، برقراری رابطه جنسی، همه اینها و تماسهای عاشقانه دیگه رگ حیاتی زندگی عاطفی افرادیه که زبان اصلی عشقشون فیزیکیه. ادامه این پادکست رو در اپیزود بعدی براتون آماده میکنم. 5 زبان عشق، نویسنده گری چاپمن، اپیزود 3. در کتاب 5 زبان عشق اثر گری چاپمن، نویسنده کتاب 5 زبان عشق رو مفصل برای ما تعریف میکنه و به ما یاد میده که چطور زبان عشق همسرمون رو کشف کنیم. بعد از این در بخش پایانی کتاب دکتر چاپمن از کشف زبان اصلی عشق خودتون سخن میگه. یعنی حالا به غیر از کشف زبان عشق همسر باید زبان اصلی عشق خودمون رو هم پیدا کنیم. چون وقتی ما زبان اصلی عشق خودمون رو بشناسیم حداقل در روابطمون به همسر و شریک عاطفیمون کمک میکنیم تا او از زبان عشق ما باخبر شه. چند راه برای کشف زبان اصلی عشق خودمون وجود داره. 1. دقت کنیم به چگونگی ابراز عشقمون به همسرمون، چون معمولا حالا قبل از اینکه زبان اصلی عشق همسرمون رو کشف کنیم ما تمایل داریم همون جوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شه. یعنی اگر شما با کلامتان همسرتان رو تایید میکنید پس زبان اصلی عشق خودتون هم میتونه کلام تاییدآمیز باشه. 2. چه چیزی همسرتون میگه یا نمیگه باعث رنجش شما میشه؟ احتمالاً عکس اون
زبان اصلی خودتون هستش. 3. دقت کنید ببینید چه چیزی رو از همسرتون بیشتر درخواست کردید. چیزی که بیش از همه درخواست کردید احتمالاً همون چیزیه که سبب میشه تا احساس کنید که مورد مهر و محبت هستید، یعنی همان زبان اصلی عشق شما. گاهی اوقات ممکنه اشتباه کنیم، مخصوصاً آقایون. زبان پنجم تماس فیزیکی. خیلی از آقایون شاید اذعان دارن که ما توسط ارتباط جنسی عشق و محبت همسرمون رو دریافت میکنیم، یعنی زبان عشق ما تماس فیزیکی هستش، در صورتی که این میل میتونه به دلیل پایه فیزیکی مردان باشه، یعنی به دلایل افزایش سلولهای اسپرم و برانگیخته شدن دستگاه تناسلی به دلیل جریان منی. وقتی کیسه های منی پر میشه، میل فیزیکی خالی کردن اون پدید میاد و تمنای برقراری رابطه جنسی در مرد افزایش پیدا میکنه. پس این ربطی به احساس و عاطفه مرد نداره و دلیل فیزیکی میتونه داشته باشه. پس نباید گول احساسی که نیاز جنسی رو طلب میکنه بخوریم. اصلا شاید زبان اصلی عشق اون مرد کلام تاییدآمیز باشه. چرا؟ چون اگه همسرش اونو هیچگاه کلامی تایید نکنه، احساس پوچی و بی‌ارزشی میکنه و اون مرد حتی رغبت برای رابطه جنسی با زنش رو نداره. در صورتی که همین موردی که در مورد مردان گفتیم، یعنی میل جنسی، در خانومها ریشه در عواطف اونها داره، نه در زیست شناسی بدنشون. هیچ چیز فیزیکی وجود نداره که باعث برانگیخته شدن میل زن به رابطه جنسی شه. زن وقتی احساس کنه که شوهرش دوستش داره و ستایشش میکنه، اون موقع هستش که دوست داره رابطه جنسی برقرار کنه. هیچ وقت یک زن بدون صمیمیت و نزدیکی عاطفی میلی به برقراری ارتباط جسمانی نخواهد داشت. زبان اصلی عشق ما نیاز عاطفی ما رو برآورده میکنه. حتی این نیاز انقدر اهمیت داره که روی کیفیت ارتباط جنسی ما هم تأثیر میذاره. به خاطر همینه که اکثر مشکلات جنسی زندگی زناشویی ربطی به فن و مهارت نداره، به رفع نیازهای عاطفی مربوط میشه. یه نکته رو هم اینجا بگم خدمتتون که یکی از راههایی که زبان عشق خودمون رو کشف می‌کردیم این بود که نگاه کنیم ببینیم چه کاری رو برای همسرمون در ابراز عشق انجام میدیم و دوست داریم. پس این کار میتونه همون زبان اصلی عشق خودمون باشه، ولی باید حواستون باشه چون ممکنه این الگو رو از پدر و مادر گرفته باشید، نه از علایق و دوست داشتن خودتون. مثلا پدر شما برای مادرتون همیشه هدیه می‌خریده و شما هم چون یاد گرفتید از او این کار رو برای همسرتون انجام میدید. ولی دریافت هدایا میتونه زبان اصلی عشق شما نباشه. شما صرفاً کاری رو انجام میدید که پدرتون انجام میداد. نکته بعد اینه که مخزن‌های عشق خودتون رو چک کنید. مثلا از 1 تا 10 نمره بدید و از هم بپرسید که الان مخزن عشق تو چند درجه هستش. اگر 0 باشه یعنی خالیه و اگر 10 باشه که بالاترین رتبه است یعنی پر هستش. اینجوری میتونید کارهایی رو که همسرتون دوست داره انجام بدید و درجه مخزن عشق همدیگر رو بالا ببرید. گاهی اوقات ممکنه درجه مخزن عشق شما با یک ارتباط جنسی بالا بره و برای همسرتون شستن رختها باشه. یعنی این دوتا عمل درجه مخزن عشق هر دوی شما رو بالا میبره. تعجب نکنید، گفتیم که زبان اصلی عشق هر کسی با هم متفاوته. این مورد یعنی اینکه زبان اصلی عشق همسر شما خدمت به یکدیگره. البته که روابط جنسی برای همسر شما بسیار اهمیت داره، ولی ما الان داریم صحبت برآورده کردن نیازهای عاطفی رو میگیم. گاهی هم ممکنه درخواستهای شما از همسرتون مربوط به هر 5 زبان عشق باشه، اما اگر توجه کنید میبینید که تعداد درخواستهای مرتبط با زبان اصلی عشقتون بیشتره. بعضی اوقات هم ممکنه 2 زبانه باشید. فرقی نمیکنه. هر دو حالت رو باید همسرتون برآورده کنه و شما هم همینطور. قدر تو بیشتر میدونم حالا که برگشتی خونم، قدر تو حالا میدونم بمون پیشم مهربونم. وقتی که اینجا نبودی من تو رو صدات میکردم. آره تو اینجا نبودی ولی من
شب و روز من یکی بود، گریه هم از بی کسی بود، دستای تو رو میخواستم، اینجا جات خیلی خالی بود. در انتهای کتاب 5 زبان عشق، نویسنده بعد از معرفی 5 زبان عشق در مورد عشق بازم با ما صحبت میکنه. عشق یک انتخاب است. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید ما در گذشته انتخاب‌های نادرستی داشتیم و رفتارهایی که به ظاهر در زمان خودش موجه بودن ولی اشتباه بودن که اونها رو انجام دادیم، ولی امروز از همه اونها پشیمونیم و قرار نیست که دوباره اونها رو تکرار کنیم. ما مخلوقاتی هستیم که از انتخاب برخورداریم. انتخاب‌های غلط گذشته به این معنی نیستش که ما در آینده هم باید به اونها دست بزنیم. شاید بعضی از ما که الان داریم این پادکست رو گوش میکنیم از رفتار گذشته خودمون نسبت به شریک عاطفیمون پشیمون باشیم. پس خیلی راحت قبولش کنید و بگید خیلی متاسفم و اکنون میخوام به زبان عشق خودت دوستت داشته باشم. یعنی این که من خودخواه نیستم و واقعا وجود تو رو دوست دارم. وقتی شما وجود و ماهیت یک فرد رو به نام عشقتون دوست می‌دارید، پس نباید او رو آزار بدید و در چارچوب‌ها و الگوهای سنگین و از پیش تعریف شده خودتون زندانیش کنید. عشق یعنی توجه به خود و توجه به او، یعنی برآورده کردن تمام نیازهای عاطفی او و من. پس اینجا من و تو هستیم، یعنی من خالی نیست. من و تو یعنی ما. عمل کردن به این جمله میتونه یک زندگی از دست رفته رو احیا کنه. این جمله که میخوام به زبان عشق خودت دوستت داشته باشم، میخوام نیازهای تو رو برطرف کنم. تنها راه نجات انتخاب عشقه. عشق گذشته رو پاک نمیکنه، اما آینده رو متفاوت میسازه. وقتی ما تصمیم میگیریم که به زبان اصلی عشق همسرمون سخن بگیم و ابراز محبت کنیم، فضای عاطفی رو خلق میکنیم که در اون خطاهای گذشته رو جبران کنیم. همه ما بعد از ازدواج در زمان مقرر از روی ابرهای عاشقی پایین میاییم، اما باید یاد بگیریم که در زندگی زناشویی به اندازه کافی به زبان عشق هم صحبت کنیم. خیلی جالبه که بدونید چرا یک نفر امروز عاشق یک نفره و اونو دوست داره و میپرستتش و بعد میره و عاشق یک نفر دیگه میشه. البته دلایل زیادی وجود داره، من به اونا کاری ندارم، فقط قسمتی که مربوط به بحث خودمون هستش رو خدمتتون میگم. وقتی دو نفر عاشق هم میشن و دوران عاشقی رو پشت سر میگذارن و بعد از ازدواج در زمان مقرر از روی ابرهای عاشقی پایین میان، حالا باید توسط همسر خود مخزن عشقشون پرشه تا کمبود عاطفی احساس نکنه و این عاشقی همچنان ادامه خواهد داشت. ولی وقتی شریک عاطفی زن یا مرد به زبان اصلی عشقش همسرش صحبت نمیکنه، رفته رفته مخزن عشق او خالی میشه و بعد از یه مدتی میبینه که دیگه اونها دو غریبه کنار هم هستن و او عاشق یکی دیگه میشه و دوباره این چرخه از نو تکرار میشه. نکته ای رو هم اینجا بگم که خیلی از آدم‌ها در این شرایط وقتی با نفر جدید تو رابطه میرن فکر میکنن که عاشق طرف مقابلشون شدن، در صورتی که این عاشقی نیست، این نیاز عمیق عاطفی هستش. نتیجه میگیریم که عشق حقیقی و پایدار یک انتخاب است. اگر مرد و زن زبان عشق واقعی یکدیگر رو بیاموزن، یاد بگیرن و با اون صحبت کنن، میتونن عشقشون رو احیا کنن و وارد روابط خارج روابط زناشوییشون نشن. که نویسنده کتاب میگه بر اساس آمار مربوط به ازدواج دوم 60% به طلاق منجر شده. پس عشق مراقبت میخواد. عوض کردن همسر و دوباره تکرار رفتار قدیم با شخص جدید فایده ای نداره و تا بی نهایت شما باید همسرانتون رو طلاق بدید. حالا شاید این سوال براتون مطرح بشه که اگر من از کاری که به عنوان زبان اصلی عشق همسرم هستش خوشم نیاد، آیا باید انجامش بدم؟ بله،
باید انجامش بدید و عشق رو انتخاب کنید، چون ازدواج کردید. یعنی باید زبان عشق همسرمون رو کشف کنیم و بعد اون هم به زبان عشقش سخن بگیم، چه خوشمون بیاد چه نیاد. مثل این میمونه که شما صبح از خواب ناز دوست ندارید بیدار شید و دوست دارید به خوابتون ادامه بدید و کارهای عقب افتادتون رو انجام ندید، ولی خودتون رو مجبور به این کار میکنید و اتفاقا در پایان روز هم خیلی خوشحال هستید که صبح زود بیدار شدید و کارهاتون رو انجام دادید. همین قضیه در مورد عشق هم صادقه. اگر باز هم مقاومت میکنید و زیر بار نمیرید، بهتره به دنبال عشق نباشید و تا آخر عمر مجرد زندگی کنید. خب این طبیعیه، وقتی من قراره چیزهای جدید رو به دست بیارم معمولاً یه چیزایی رو ممکن از دست بدم. درسته که شما جارو زدن خونه رو دوست ندارید و به زور انجام میدید. یادمون نره ما به خاطر عشقمون این کار رو داریم انجام میدیم. با این کار مخزن عشق همسرمون رو پر میکنیم و متقابلا اون هم جوری که ما دوست داریم مخزن عشق ما رو پر میکنه. هر دو به عواطف و احساسات همدیگه پاسخ میدیم. عشق یک انتخاب است. هر یک از طرفین میتونه همین امروز این روند رو آغاز کنه یا ترک عشق کنه. این دیگه دست شماست. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خار گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار بود دلم گفت برو. عشق یعنی همه چیز. یکی از نیازهای انسان احساس امنیته. وقتی شما عشق رو تجربه میکنید و به همسرتون اعتماد میکنید، در کنار او احساس امنیت و اطمینان دارید. یکی از نیازهای انسان عزت نفسه. عشق همسر به شما باعث میشه که شما عزت نفس پیدا کنید، چون او شما رو خیلی دوست داره و براش اهمیت دارید. وقتی من احساس امنیت و ارزشمندی میکنم، عزت نفس بالایی پیدا میکنم که همه اینها محصول عشقن. وقتی من عشق رو تجربه میکنم، همه این نیازها رو به طور مثبت تحت تأثیر قرار میدم. حالا به جای دغدغه داشتن برای نیازهای خودم میتونم تلاشهامو به بیرون معطوف کنم. عشق حقیقی همیشه رهایی بخشه، مثل پرواز قاصدک ها در آسمان آبی. نیروی محرک تمام چیزهایی که گفتیم عشقه. در چارچوب ازدواج اگر ما احساس عشق نکنیم، اختلافاتمون بزرگتر و بیشتر میشه. عشق یک نیاز عمیق عاطفیه. فقدان اون شاید عمیق‌ترین درد ما باشه. بله، بدون عشق و محبت نمیشه زندگی کرد. انسان نیاز داره که بهش محبت شه، نیاز داره که بهش عشق بدن و عشق هم بده. یکی از مراجعین دکتر چاپمن از او سوال میکنه که آیا امکان این هست که کسی رو که از او نفرت داره دوست بداره و به او محبت کنه؟ پاسخ گری چاپمن در مورد سوال این زن، چون یک زن مذهبی هم بود، از کلام عیسی مسیح استفاده میکنه که میگه دشمنانتون رو دوست بدارید، به آنان که از شما نفرت دارن نیکی کنید، برای آنهایی که نفرینتان میکنن برکت بطلبید، آنهایی را که با شما بدرفتاری میکنن دعا کنید، با هر کسی همان گونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنن. این هنر نیست که کسانی را دوست بدارید که دوستتان دارن. حتی گناهکاران نیز آنهایی را که دوستشان دارند دوست دارند. از اونجایی که نویسنده کتاب 5 زبان عشق معتقده که مخزن عشق طرفین باید پر باشه تا بتونن به هم ابراز عشق و محبت و دوست داشتن کنن، پس چون هر دوی اونها مخزن عشقشون، یعنی اون زن و شوهر، مخزن عشقشون خالی بودش و چیزی برای ابراز احساسشون نداشتن، پیشنهادی به زن میده. البته این کاری خیلی سخت و دشواره، چون دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره بی نهایت دشواره. به اون زن این راهکار رو میده چون خیلی تلاش میکنه تا زندگیش به حالت قبل برگرده. عشق ورزیدن یک طرفه خب سخت هستش. این کار رو به او پیشنهاد میده و 6 ماه رو در نظر میگیره که این کار رو با همسرش انجام بده تا به او محبت کنه و مخزن عشق شوهرش پرشه و نتیجه رو ببینه. زن هم که خودش تفکرات مذهبی داشت و راضی به جدا شدن نبود، از این راهکار استقبال میکنه.
ما نمیتونیم به گذشته برگردیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که آینده رو متفاوت بسازیم. وقتی مخزن عاطفی مرد پرشه، کم کم متقابلا به زن محبت میکنه. این راهکاری بودش که به زن داد. این فرضیه بر اساس این ایده بنا شده که نیاز عاطفی به عشق عمیق‌ترین نیاز عاطفی ماست و وقتی این نیاز برآورده شه معمولاً ما با دید مثبت به کسی که نیازمون رو برطرف کرده نگاه میکنیم. اون زن تمام کارهایی که روانشناس گفت انجام داد و به نتیجه هم رسید. ماه اول اون مرد بی‌ادبی میکرد و همه چیز رو به مسخره میگرفت، اما از ماه دوم نظر مثبتی نسبت به تلاش‌های زنش پیدا کرد. وقتی که زن نتیجه گرفت، بعد از اون پیش دوستانش قسم خورد که من یک معجزه‌گر هستم، اما من میدونم که معجزه‌گر واقعی عشقه. شد دل من به افسونه یار، فکر دل من پریشونه یار، گوشه چشمان فقط جای یار، کار دو چشمام تماشای یار. قبلتر هم به این اشاره کردیم که زبان عشق در مورد کودکان هم صادقه. حالا چجوری باید زبان عشق اونها رو بفهمیم؟ ما هر 5 زبان عشق رو نثار اونها میکنیم و میتونید از رفتار اونها خیلی زود زبان اصلی عشق اونها رو بفهمید. بابی 6 سالشه. وقتی پدر بابی از سر کار به خونه بر میگرده، بابی بغل او میپره و موهای او رو به هم میریزه. بابی به پدرش چی میگه؟ میگه من دلم میخواد نوازش بشم. او پدرش رو نوازش میکنه چون دلش میخواد نوازش بشه. زبان اصلی عشق بابی احتمالاً تماس فیزیکی هستش. پاتریک همسایه بابی 5 سال و نیم داره. پاتریک در زمان آمدن پدرش به خانه جور دیگه ای رفتار میکنه. او وقتی پدرش به خانه میاد میدوه و میره پیش پدرش و میگه زود باش بیا به اتاق من، میخوام چیزی رو بهت نشون بدم. ولی پدر خسته است و از اون میخواد که چند دقیقه دیگه این کار رو انجام بده و روی مبل استراحت میکنه یا روزنامه میخونه. مادر از بابی میخواد چند دقیقه به پدر اجازه بده تا استراحت کنه. 1 دقیقه هم نمیگذره و پاتریک دوباره برمیگرده میاد پیش پدر و اصرار میکنه که او بره به اتاقش و چیزی رو که درست کرده میخواد بهش نشون بده. به نظر شما پاتریک چه چیزی میخواد؟ بله، وقت گذاشتن برای یکدیگر. به احتمال زیاد زبان عشق او وقت گذاشتن برای یکدیگر است. اگر فرزندتان اغلب برایتان هدایایی درست میکنه و کادو پیچ تقدیمتون میکنه، زبان اصلی عشق او احتمالاً دریافت هدایا هستش. او به شما هدیه میده چون هدیه میخواد. اگر پسر یا دخترتون مدام به برادر و خواهر کوچکترش کمک میکنه، احتمالاً به این معنیه که زبان عشق او خدمت کردن به یکدیگره. اگر اغلب به شما میگه که چقدر قشنگید و از پدر و مادرش تعریف میکنه، زبان اصلی عشق او کلام تاییدآمیزه. همه اینها در سطح ناخودآگاه کودک هستش. دکتر کمپل روانشناسه که درباره مخزن عشق بسیار تحقیق کرده. او میگه تمام بزهکاری‌های جنسی نوجوانان ریشه در مخزن خالی عشق داره. کمبود عشق و عاطفه‌ای که پدر و مادرها از کودکان خودشون دریغ کردن. پدر و مادر ممکنه صادقانه کودکشون رو دوست داشته باشه، ولی صداقت خالی کافی نیست. باید با زبان عشق کودکتون حرف بزنید. کودکی که توپ بازی دوست داره، توپ خریدن براش کافی نیست. باید با او توپ بازی کنید. دقیقاً مثل تفاوت بین مخزن عشق خالی و مخزن عشق پره. نوجوانی که از خانواده فرار کرده و پدر و مادر در اون لحظه نگران و بهت زده میگن این همه کار برای او کردیم، چطور این کار رو انجام داد؟ چند کیلومتر اونورتر نوجوان در دفتر روانشناس نشسته و میگه پدر و مادرم مرا دوست نداشتن. اونها خواهر و برادر من رو بیشتر از من دوست داشتن. مشکل چیست؟ کجاست؟ مشکل صحبت نکردن با زبان عشق اون نوجوانه. یا مثلا در مورد کودکانمون اگر زبان عشق اونها رو شناسایی نکنیم ممکنه کاری رو انجام بدیم که زبان عشق اونها نباشه. مثلا کودکی که برای او اسباب بازی میخرن ولی حتی او تشکر نمیکنه یا از اونها مراقبت نمیکنه و نسبت به اونها بی‌تفاوته.
زبان عشق او دریافت هدایا نیست. اگر زبان عشق او دریافت هدایا باشه مطمئناً از اونها تعریف میکنه. اسباب بازیشو دوست داره. اسباب بازی که براش خریدن رو به دیگران با ذوق نشون میده. همیشه هدیه‌ای رو که میگیره تمیز میکنه، مراقبشه. به خاطر داشته باشید که اگر استطاعت خرید اونها رو ندارید اشکالی نداره. حتی میشه بسیاری از اونها رو با دست ساخت. مهم هدیه‌ای هستش که او میگیره. کیفیت یا قیمت مهم نیست. یا زبان عشق اونها میتونه خدمت کردن باشه، مثل حمام کردن کودک، غذا دادن به او، لباس پوشاندن کودک، بعدها غذا پختن، لباس شستن، اتو کردن و خیلی کارهای دیگه. اگر نوجوانتون مدام دنبالتون میاد و بازوهای شما رو میگیره، فشار میده، موقع رد شدن از اتاقش آهسته به مچ پاتون میزنه و آرام هلتون میده، همه اینها نشانه اینه که تماس فیزیکی از نظر او مهمه. یادتون باشه که زبان عشق بچه هاتون با هم متفاوته و نباید همه رو در یک قالب فرض کنیم. تا زمانی که با زبان عشق خودشون صحبت نکنید اونها احساس محبت نمی کنن. نویسنده کتاب 5 زبان عشق معتقده که اکثر بدرفتاری های کودکان و نوجوانان نتیجه خالی بودن مخزن عشق اونهاست. در انتهای کتاب گری چاپمن میگه که این کتاب رو برای دانشکده ها و دانشگاه ها به عنوان رساله دانشگاهی که بایگانیشه نوشتم تا زوجهای جوان از اون استفاده کنن و زندگی های از دست رفته رو بازیابن و یا اونهایی که مخزن عشقشون نیمه پره کاملا پرشه. او آرزو میکنه که روزی تمام کودکان در خانه هایشان آکنده از عشق و امنیت زندگی کنن. امیدوارم این کتاب کوچیک بتونه جرقه عشق رو در ازدواج شما و ازدواج هزاران زوج مثل شما روشن کنه. شخصا خود من که این کتاب رو خلاصه کردم خیلی لذت بردم و میدونم که شما هم که تا این لحظه با من همراه بودید همین حس رو دارید. خیلی خوشحالم که کنارم بودید و با هم این پادکست رو شنیدیم. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادات خودتون رو برام بنویسید و به هم بگید که چه کتابهایی رو دوست دارید تا در پادکست های بعدی براتون خلاصه کنم و با هم بشنویم. برای شنیدن پادکست های جدید سابسکرایب کنید و برای حمایت از من و فیلی بوک این پادکست هم به اشتراک بگذارید. دوست ندارم باهاتون خداحافظی کنم. برای پادکست بعدی آماده میشم و لحظه شماری میکنم که با هم گوش کنیم. این کتاب بسیار زیبا بود و کنار هم لذت بردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم. امیدوارم مخزن عشقتون همیشه پر باشه. به امید روزی که عشق سراسر جهان رو عطرآگین کنه و همه از زندگی کردن در کنار هم لذت کامل رو ببریم. عشقتون پایدار، آرامش مال شما. پایان پادکست 5 زبان عشق. روزهای خوب با آگاهی من و تو ساخته میشه. فیلی بوک، بالی برای پرواز.